ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори якум. китоби мазкур дар асоси осори илмиву таърихӣ ва маърузаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мураттаб гардидааст. анҷом додани ин кор ба 3 ваҷҳ муносиб дониста шуд. аввалан, сатҳу савияи илмии нигошта ва маърузаҳо дар пояи баланд қарор дорад ва аз онҳо боясти аҳли илму адаб, омӯзгорону донишҷӯён ва доираи васеъи хонандагон зимни пажӯҳиши илмӣ, таълимии шогирдон ва огоҳии бештари пайдо намудан бо рӯзгору осори шахсиятҳои варзидаи таърихӣ ва фарҳангиямон истифода баранд. аз ҷониби дигар, ин кор ба он хотир зарур дониста шуд ки дар айни ҳол теъдоди нашри китобҳои сарвари кишвар хеле маҳдуд аст ва на ҳамаи ниёзмандон имкони дарёфту мутолиаи онҳоро доранд. далели сеюм ин аст ки дар як маҷмӯа гирд омадани маводи ин китоб ки қаблан ба сурати пароканда дар маҷмӯаву китобҳои гуногун ва нашрияҳои даврӣ чоп шуда буданд, ба хонандагон имкони мусоиди истифода ва баҳрабардориро фароҳам меорад. خواننده گرامی، کتابی که در دست دارید شما را با صحیفه های پر افتخاری تاریخ خلق تاجیک شناس نموده، از روزگار شخصیت های نامدار و سربلند علمی، ادبی و تاریخی و سیاسی امان نقل می نماید. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. تاجیکان در طول 1000 سالها جبر و جفای اجنبیان را با صبر و تحمل و بردباری مردانوار پسی سر نموده، با دستاوردهای بیزواری فرهنگیشان بهترین بازیافتهای معنوی نخبگان سرزمین خیش را حفظ کردند. برای ملت کهن بنیاد تاجیک پس از سقوط دولت سامانیان قریب 1000 سال لازم شد که در پاره از سرزمین تاریخی اجدادیش دولت خود را بنیاد نماید و به عالمیان از استقلال دیر انتظاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیش پیام فرستد. خوشبختانه استقلالیت دولتی تاجیکان از جانب جامعه جهانی با قناعتمندی اعتراف گردید. نیاگان خردپیشه امان همواره در آرزوی رسیدن به این روز خرمی و فیروزی نیایش‌های زیادی را به قلم آورده اند و تنها در 10 ساله آخر عصر 20 ما به این سعادت بزرگ شرفیاب شدیم. استقلالیت دولتی بالاترین و با ارزشترین دستاورد ملت تاجیک در مسیر 10 عصر آخر بوده
نشانه هویت و آزادی، افتخار و ناموس، رمز سعادت و شرط بقای ملت صاحب اختیار و صاحب دولت تاجیک می باشد. تاجیکستان محض به شرافت استقلالیت همچون عضوی برابر حقوق جامعه جهانی اعتراف گردید و در خریطه سیاسی دنیا با همه مخصوصیت‌های دولتداری معاصر ارز هستی نمود. ما به جامعه جهانی، به جامعه متمدن دموکراتی با هویت، ارزش و عنعنه‌ها و چهره و سیمای خاصی ملی خویش، همزمان با دستاورد و کامیابی‌ها و بازیافت‌های فراگیر فرهنگ بشری وارد گردیدیم. استقلالیت دولتی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت‌ها و رشد علم و ادب می توان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی، دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. بعد صاحب استقلال گردیدن، جمهوری تاجیکستان در فاصله کوتاه زمانی به دستاوردهای نظررس نائل گردید و با جهد و تلاش سازنده و بنیادکارانه خلق عزیزمان به کشوری آباد و آسوده مبدل گشت. اکنون ما را ضرور است که بهر تحکیم هویت ملی و شکل گرفتن تفکر و اندیشه ملی، اینچنین جهت بیدار نمودن غرور ملی در ذهن نورسان و جوانان، گذشته پرشیب و فراز ملت را خاطرآور شویم و از کارنامه‌های درخشان فرزندان خلق خود هرچی بیشتر نسل امروزه را آگاه نماییم. من هرگاه در فرصت مناسب فارغ از کار دولتداری با آموزش سرنوشت ملت، زندگی و آثار شخصیت‌های بزرگ خلق عزیزم مشغول شده، کتاب‌های زیادی را مطالعه می نمایم و از سرچشمه‌های گوناگون درباره تاریخ ملتمان معلومات می گیرم. سبق‌های عبرت آموز تاریخ، گذشته پر افتخار، شخصیت‌های توانا و فرزندان بزرگ خلق راه گذشته را پیشارویمان قرار داده، چون حکم عادل گره برد و باخت سلسله دولت و دولتداری های تاجیکان را برایمان می کشایند. آموختن رویدادهای تاریخی و فرهنگی، زندگی نامه شخصیت های سرسپرده ملت و چهره های برگزیده ادبی امکان می دهد که ریشه های خود را از گذشته دریافت نماییم، با آنها پیوند داشتن خویش را احساس کرده، به خاطر ناموس وطنداری نام و کارنامه های آنها را از نو زنده گردانیم و به فرزندان خلق دلیرمان با افتخار درباره‌شان حرف زنیم. محض به همین خاطر جشن‌های بزرگ عمومی ملی، به خصوص 1100 سالگی دولت معنوی بنیاد سامانیان، سال تمدن آریایی
2500 سالگی شهر استروشن، 2700 سالگی کولاب، بزرگداشتی شخصیت‌های سرسپرده علمی و ادبی و سیاسی و تاریخی امام اعظم ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ناصر خسروی قبادیانی، مولانا جلال الدین بلخی، میر سید علی حمدانی، کمال خوجندی و دیگران را برگزار نموده از تاریخ و فرهنگ ملت گنجها و حکمتهای بیرون آوریم که با ماهیت و ارزش‌های جهانیشان خودشناسی تاجیکان را تحکیم بخشیدند. شناخت تاریخ و حکمت و فرهنگ عالمگیری نیاگان به خاطر معرفی مقام جهانی ملت ما می باشد. آن در خود آگاهی و جستجوهای تاریخی و ملی تاجیکان مرحله کاملا تازه را به وجود آورده است. رو آوردن من به تاریخ و سیماهای برجسته خلقمان باز به آن خاطر می باشد که ما باید به آیندگان ضرورت دانستن گذشته خود را تلقین نماییم و آنها را از صحیفه های درخشان ملتمان که سبق بزرگی خود آگاهی می باشند آگاه سازیم و در قلبشان مهر و محبت، صداقت و وفاداری را بیدار نموده با آنها از این تاریخ پرشرف افتخار کردن را یاد دهیم. زیرا اعتقاد و اعتماد داشتن به تاریخ، فرهنگ و ادبیات تکیهگاه استواری ملت به شمار می رود. ما در جهان امروز فرهنگی بی‌نظیر داریم و وارثی تمدنی بیش از 6000 ساله هستیم. برابر این شخصیت‌های بزرگی فرهنگی و تاریخی داریم که هر کدام آنها مورد احترام خاص و عام می باشند. ولی زمان معاصر ما را وادار می سازد که برابر افتخار داشتن از گذشتگان خیش در عرصه زندگی امروزه قهرمان‌های کارزار زمان را به وایه رسانیم، وطنمان را باز هم آباد گردانیم، چراغ معرفت را پرتوافشان سازیم و با نورسان و جوانان صاحب ذوق خیش به دستاوردهای تازه نائل گردیم تا آنها شکوفایی ملت را تأمین نموده کشوری ما را به یک سرزمینی از هر جهت پیشرفته تبدیل دهند. قابل ذکر است که در زمان استقلالیت علم و معارف و فرهنگ به یک رکن مهم اجتماعی تبدیل یافته همچون جوهر هستی ملت اعتراف گردیدند. زیرا این پدیده های بزرگ بشری در تشکل معنوی جامعه خدمت نموده در تربیه نسل نورس، شناخت رسالت تاریخی، گسترش احساس وطنداری و خودشناسی و خودآگاهی ملی تأثیر عمیق می‌گذارند. افتخار از تاریخ، فرهنگ، زبان و عنعنه‌های نجیب و جاودانه ملت یک رکن بسیار مهم استقلالیت دولتی می باشد. ما بارها تأکید کرده ایم و باری دیگر خاطر رسان می نماییم که
استقلالیت فرهنگی برای ما برابر استقلالیت سیاسی عزیز است. با اعتماد می توان اظهار نمود که 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون جشن مبارک ملی به گسترش بیشتری خودآگاهی و خودشناسی، وحدت ملی، حس وطن دوستی و وطن پرستی و افتخار وطنداری هر یک فردی با ننگ و ناموس کشورمان نیروی تازه می بخشد. با احترام، امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. کوروش کبیر، بنیادگذار دولتداری متمدن. در تاریخ هر ملت دیر یا زود شخصیت‌های برجسته پیدا می‌شوند که تقدیر آن را به کلی تغییر دادند. مدنیت مادی و معنوی آن را به سطح تازه و بلند ترقیات می‌رسانند و فرهنگ و تمدنش را به عرصه جهانی می‌بردارند. برای پارس‌ها و شاید هم نه تنها برای آنها بلکه برای تمام خلق‌های ایرانی تبار چنین شخصیت کوروش کبیر بود. کوروش کبیر به نخستین امپریای متمدن آریایی بنیاد گذاشت که تا زمانی لشکرکشی و کشورکشایی های اسکندر مقدونی در تاریخ تمدن بشری نظیر نداشت. امپریای تأسیس داده او مطابق معلومات کتیبه های دارای بزرگ و مورخان یونان قدیم چندین دولت های جهانی کهن، پارس و ماد، بابل و آشور، مصر و فینیقیه، لیدیا و اورارتو، پرفیه و گیرکانیا، باختر و سوخت و غیره را در قلمرو 22 ولایت متحد نموده در حدود 3 قطعه عالم آسیا، اروپا و افریقا دامن گسترده بود. کوروش در تاریخ تمدن بشری با سیاست عاقلانه کشورکشایی، تأسیس امپریای توانای و متمرکز آریایی، اصول نوی اداره کنی و شکل مکمل دولتداری، اصلاحات امور سپاه و نظام لشکر، گسترش تجارت و تدبیرهای راهسازی، علل خصوص پایداری عدالت و پشتیبانی حقوق منزلت جمله خلقیت‌های ساکن قلمروش شهرت جهانی پیدا کرده است. اعلامیه تاریخی کوروش باشد از جانب عالمان و مؤرخان همچون نخستین اعلامیه حقوق بشر اعتراف شده است که نظام عادلانه، انسان پرورانه و دنیوی دولتداری را پشتیبانی می کرد. کوروش کبیر در میان شاهنشاهان عهد قدیم یکی از عاقل‌ترین، با انصافترین، کم‌آزارترین و دوراندیشترین شاهنشاه بود که با تمدن آفری و دولت سازی، انسان پروری و عدالت پیشگی و رفتار و اخلاق حمیده‌اش نفوذ عالمگیر یافته است. نیاگان ما در آن دوره‌های دور
تحت پرچم کوروش کبیر نه تنها یک دولت مقتدر و متمرکز مشترک، بلکه تقدیری مشترک، تاریخ و فرهنگی مشترک، زبان و خطی مشترک و رسم و آیین مشترک را بنیاد گذاشتند که از سرچشمه تمدن آریایی آب می‌خورد. تقدیر دولتداری کوروش و تقدیر دولت امروزی تاجیکان خیلی شباهت دارد که روحیه وحدت و متحدسازی ملت، پشتیبانی صلح و عدالت، گستریش تجارت و اقتصادیات و بنیادکاری و آبادانی، اصلاحات نظام لشکر و تکمیل اداره کنی مملکت از جمله این مانندی و هم آهنگی هست. کوروش کبیر از مرتبه شاه یک ولایت به درجه شاهنشاه یک امپریای بزرگ جهانی رسید. اما برای به این مرتبه رسیدن او سعی و کوشش و جد و جهد زیادی کرد و مانعهای بسیاری را از سر راه خود برطرف نمود. کوروش از روزهای اولی به سر حاکمیت آمدنش به مستحکم کردن حاکمیت مرکزی و پرقوت کردن ارتش خود شروع کرد. وقتی که او مستحکم بودن حاکمیت و پرقوت شدن لشکری خود را احساس کرد، سال 553 تا میلاد بر ضد شاه مات اختیویرو و استیاک اسیان برداشته، بنابر بی‌کفایگی و ضعف قدرت او قیام نمود و از اطاعت او عملاً برآمد. استیاک برای تنبیه دادن این سرور تابعش 2 مراتبه به پارس لشکر فرستاد، اما هر 2 دفعه هم به ناکامی دچار شد. بعد این کوروش با تنتنه به پایتخت ماد شهری هنگ متانه داخل شد و او را رسما پادشاه پارس و ماد اعلان کردند. منبع‌های تاریخی درباره چطور سرزمین ماد را اشغال کردن کوروش بجز 3 محاربه‌ای که بین آنها صورت گرفته است اطلاع دیگری ندادند. به هر حال یک بار پادشاه این 2 کشور اعلان شدن کوروش هم نفوذ و اعتبار او را بلند برداشت و هم موقع سیاسی او را مستحکم نمود. در آن زمان پارس برای دولت ماد اهمیت خاص داشته باشد هم در منطقه چون یک ولایت مطیع شناخته می شد. اما ماد کلانترین و پرقوتترین دولت منطقه بود و اعتبار جهانی داشت. اگر روایت هرودوت واقعی باشد، کوروش نبیره استیاک بود. از این رو در سیمای او نه غاصب حاکمیت بلکه وارث قانونی پادشاهان ماد را می دیدند. اکنون باید تمامی کشورهای تابع دولت ماد به چون و چرا به کوروش اطاعت می کردند. در عمل همین طور هم شد. واقعیت تاریخی تصدیق می نماید که کوروش کبیر بعد بر ضد شاه ماد استیاک قیام نمودن و او را مغلوب ساختن با استوار نمودن اقتدار دولت فارس کوشیده تقریبا سالهای 547 546 تا میلاد پی در پی اول پرفیا، گرکانیا، لیدیا و دولت‌های یونانی آسیای خرد را ضبط می کند. سپس
برای بهتر نمودن مرزهای شمال و شرقی قلمرو فارس تقریباً سالهای 540 تا میلاد، یعنی در دوامی بیشتر از 5 سال، به حدودهای مرغیان، خوارزم، سوخت و باختر، اینچنین سرزمینی سکیفها، سکایهای ریزشگاهی رود آمو و کنارهای سیر لشکر می کشند. اگر به شرح این مسائل توجه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که نقشه های حربی کوروش با گرفتن سرزمین مادها خاتمه نیافته است. بعد ماد، کوروش دولت ایلامی ها را که در جنگ با آشور ضعیف شده بود به تصرف خود در آورده، پایتخت خود را از انشان به شوم انتقال داد. تفصیلاتی به دست آوردن سرزمین لیدیا را محققان تصویر نموده، از جمله قید کردند که یکی از رقیبان جدی کوروش در غرب لیدیا بود. در لیدیا یونانیان مهاجر و اهالی محلی خیتی ها و لویهی ها اهلانه زندگی می کردند. آن بعد ماد بابل و مصر چهارمین دولتی پر اقتداری منطقه بود. لیدیا راه‌های تجارتی را که از بین النهرین و ایران غربی به واسطه آسیای خرد به بحر اگی و یونان و اروپا می بردند زیر نظارت خود داشت. برای به بحر اگی برآمدن و بایگری آسیای خرد را به دست درآوردن، هنوز شاه ماد فراورتیش قسمت شرقی آسیای خرد را اشغال کرده 5 سال با لیدیا جنگید، اما آن را اشغال کردن نتوانست. درباره دولت هخامنشیان با لیدیا هرودوت مفصل اخبار داده است. تشبسکار این جنگ شاه لیدیا کریز بود. بعد ماد را اشغال کردن فارس‌ها، او خطر را احساس کرده به جنگ تیاری دید و با مصر اتفاق بست. سال 547 تا میلاد کریز با لشکرش به کپادوکیا که بعد مادها به فارس‌ها اطاعت می کرد زده در آمد و در نزد شهر سیناپا لشکرگاه خود را ساخت. کوروش نیز با لشکری خود به اینجا آمد. کوروش هنوز در همین جنگ نخستین خارجیش سیاستمداری دوراندیش و نکته سنج و عادل بودن خود را نشان داد. او قاصد فرستاده به کریز پیشنهاد کرد که اگر به جنگ تسلیم شود او را شاه لیدیا تعیین می کند. او به همه شهر دولت‌های یونانی آسیای خرد نیز وعده داد که اگر تسلیم شوند آزادی‌ها و امتیازهای آنها را نگاه می‌دارد. شما گفتار یکم را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.